گاهی صبور بودن بهترین کاریه که تو باید انجام بدی. قطعا برات پیش اومده توی زندگی برای رسیدن به یه هدفی یا آرزویی هر چه در توان داری وسط بذاری اما نشه. یه جایی بنبست باشه، یه جایی نتونی فراتر از اون بری. همه چیز دست به دست هم داده تا تو تسلیم بشی. به هر حال ما تلاشمونو کردیم. کسی هم نمیگه اشتباه بود. دقیقاً جایی که باید صبور باشی همینجاست. جایی که باید چند دقیقه، چند ساعت، چند روز یا حتی چند ماه به خودت فرصت بدی. شاید اون چیزی که فکر می‌کردی در انتظارت نبود. فیلم مه به بهترین شکل ممکن این قصه رو روایت کرد. آدمایی که از ترس کشته شدن توی شهر مه گرفته فرار میکنن به امید اینکه از این مه عبور کنن، جایی تسلیم میشن و مرگ رو انتخاب میکنن. اما چند دقیقه با زندگی فاصله دارن. گاهی وقتها حرکت کردن بیشترین آسیب به ما میزنه. گاهی وقتها نتیجه گیری یا تسلیم سرنوشت بودن باعث میشه ما چیزایی از دست بدیم که دیگه نمیتونیم به دستشون بیاریم.